سلام. جدیدترین طرح اقتصادی خامنه‌ای بعد از ماه‌ها بالا و پایین کردن که بکنن یا نکنن بالاخره توسط رئیسی اجرایی شد. طرحی موسوم به جراحی اقتصادی. توی تبلیغات و گزارشات تلویزیون رژیم اگر نگاه کنی ایران شده سوئیس. اینقدر وضع خوب شده که فقط مونده مردم پول پارو کنن. یارانه هر کسی از ماهانه 45,000 تومان شده 400,000 تومان. تا پیش از این هر خانواده 4 نفره دهک اول شهری برای تأمین مرغ، تخم مرغ، پنیر، شیر و روغن با قیمت‌های قبلی ماهانه 241,000 تومان هزینه می‌کرد که حالا با اصلاح نرخ جدید این هزینه به 568,000 تومان رسیده است. البته یارانه پرداختی برای این خانواده 1,600,000 تومان لحاظ شده که با این حساب بیش از 1,31,000 تومان در حساب خانواده باقی میمونه. باشون همراه شدیم تا ببینیم آیا این خانوم‌ها با یارانه‌شون میتونن برای یک ماهشون 4 کالای اساسی مرغ و تخم مرغ و روغن و لبنیاتو که یارانه نقدیشو گرفتن خریداری کنن؟ میشه گرفت با این یارانه؟ انشالله که میتونیم. 2 تا برداشت برای یک ماهتون کافیه؟ من آره 1 ماه کافیه. منم 2 تا کافیه. شما 4 نفر بود خانواده‌تون. حالا نوبت میرسه به حساب و کتاب. 738 و 400. هزینه ایشون خوبه؟ بله 1,200,000 برام ریخته بودن. شکر الحمدلله خدا روزی رسونه. حدود 300-400 تومان مون تو حساب. بله اونم میمونه برای خورده ریزاش دیگه. 300,000 خورده مون تو حساب. بله. وجدان هم چیز خوبیه که بعضیا اصلا ندارن. اینطور که از این گزارش تلویزیون حکومتی برمیاد انگار که بعضی مردم توپه حالا یه عیدی هم بهشون دادن که ملت برن از اینا یه خریدی بکنن. اما ببینیم که واقعیت ماجرا چیه و این طرحی که اجرا کردن سر و تهش چی هست. موضوع اینه که نظام آخوندی چند سالیه که داره توی بحران‌های گوناگون از جمله باتلاق اقتصادی دست و پا میزنه و هر چی بیشتر هم داره توش فرو میره. سال گذشته خامنه‌ای رئیسی رو به عنوان تنها کسی که بتونه خط اون رو پیش ببره از توی صندوق انتخابات بیرون کشید. رئیسی هم قرار بود که همین طرح جراحی اقتصادی رو پیش ببره که تا شروع سال 1401 از ترس قیام عقب انداختنش. خب یه لایحه دفوریتی دادیم به مجلس با دفوریتش مخالفت کرد. وقتی مخالفت کرد یعنی دیگه به سال 1400 نمیرسید. خوشبختانه با محبت مقام معظم رهبری و درخواست ریاست محترم جمهوری این مطلب حل شد. یعنی حضرت آقای مجوزی دادن که ما تا پایان سال رو به اصطلاح بتونیم ارز ترجیحی استفاده کنیم. حالا ماده این جراحی اقتصادی اینه که میخوان ارز 4200 تومانی رو حذف کنند. چرا؟ چون تا به حال برای وارد کردن کالاهای اساسی مثل مرغ و تخم مرغ و روغن و لبنیات حکومت با دلار اینا رو میخریده و با قیمت دلاری 4200 تومان میداده دست مردم، در حالی که قیمت دلار واقعی چیزی بین 25 تا 30,000 تومانه. در نتیجه دولت اگر میخواست این روال رو همچنان ادامه بده باید چیزی بین 18 تا 20 میلیارد دلار در سال هزینه میکرد. حالا توی این طرح اومدن اون دلار 4200 تومانی که بهش ارز ترجیحی هم میگن رو حذف کردن و این کالاهای اساسی رو با همون قیمت دلار 30,000 تومان به ملت میفروشن و در نتیجه اون هزینه 20 میلیارد دلار رو به جای دولت از جیب مردم بیرون میکشن. یعنی علی بابا و 40 دزد بغداد لنگ میندازن جلوی طرح اینا. پس دعوا سر یک رقم نجومی دوروبر 20 میلیارد دلاره که تا به حال خرج سفره‌های مردم میشد که چون دیدن که نون توی سفره‌های مردم خیلی زیاده گفتن اینو کمش کنیم. متاسفانه بخش کشاورزی ما، اینم من عرض بکنم مردم عزیزمون بدونن، اینکه اینقدر ما در نان اسراف میکنیم، چقدر نان دور ریخته میشه، اینا بدونن که بخش کشاورزی ما متاسفانه جزو وابسته ترین بخش‌های کشور به واردات. حالا برای اینکه جلوی شوک ناشی از این دزدی بزرگ از جیب مردم رو بگیرن اومدن با چند تا ترفند این طرح رو به خورد مردم بدن. اولین ترفندشون اینه که گفتن میخوایم ما به ازای گرونی کالاهای اساسی به مردم یارانه چند برابر بدیم.
به دهک‌های اول تا سوم 400,000 تومان. پس از این صحبت‌های رئیس جمهوری، یارانه کمک معیشتی به دهک‌های مختلف واریز شد. 6 دهک بعدی هر نفر 300,000 تومان. 72 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه کمک معیشتی در دهک‌های 1 تا 9 هستند. پس میگه به 72 میلیون نفر بین 300 تا 400 هزار تومان ماهی میخوان بدن. یه محاسبه سریع اگر بکنیم 72 میلیون ضرب داره، حالا متوسطش رو بگیریم، 350 هزار تومان میشه 25,200 میلیارد تومان که به قیمت دلاری 30,000 تومان حساب کنیم میشه ماهی 840 میلیون دلار که برای 2 ماه میشه 1.6 میلیارد دلار. پس 20 میلیارد دلار از جیب مردم میکشن بیرون، 1.6 میلیارد دلار رو در قالب یارانه برمیگردونن به مردم که تازه خودشون اعلام کردن هزینه‌ای که برای یارانه همین 2 ماه اردیبهشت و خرداد دادن 40,000 میلیارد تومان، یعنی 1.3 میلیارد دلاره. یعنی چقدر برای خودشون میمونه؟ 18-19 میلیارد دلار شیرین و توپل میره تو جیب آخوند. خیلی بخوام ساده بکنیم 2 تا 4 تاش اینه که 1 میلیارد بهتون میدم، 20 میلیارد ازتون میگیرم. من راننده تاکسی داره دولت 400 تومن بهم میده، ولی میدونه ماهی چقدر داره میخواد ازم میبره دولت. خب درسته من 20 سوادم، سواد ندارم، ولی الان ماشین حساب میارم، حساب میکنم براشون. خب ماهی 400 تومن که به من میده، به جاش ماهی 5-6 میلیون از من میبره، چون ماهی 400 تومن به من بده. خب من میرم روغن 400 تومن، میرم مرغ 70 تومن. من راننده تاکسی خب قبل از این که بهم بدن من نمیتونم یه مرغ بخورم با یه برنج. حالا که این شد خب دیگه هیچی، باید یا آب خالی یا نوشابه با کیک بخورم. نکته دیگه اینتر اینه که یه جوری مطرحش میکنن که انگار تمام نیازهای بشر رو میشه با این یارانه 400,000 تومانی تأمین کرد. با این کمک معیشتی که حتی یه خانواده 5 نفره که هیچ چی درآمد ندارد، شغلی هم ندارد، کسبی هم ندارد، ماهی 2 میلیون تومان به اینا بدن، خب قدرت خرید خیلی از نیازها و لوازم زندگی رو پیدا می کند. زندگی آرمانی و ایدئال نخواهد داشت، ولی فقر مطلق هم دیگه دچار نمی شود. آقای پدرزن رئیسی جلاد، این حرف رو برای 10 نفر تو مجازی بفرستی تضمینی 500 تا فحش جدید یاد میگیری. ببین همین اردیبهشت قبل از اینکه قیمت‌ها جهش پیدا کنه محاسبه کردن سبد معیشت یک خانواده معمولی نزدیک 11 میلیون تومانه. سبد معیشت میدونی یعنی چی؟ یعنی حداقل هایی که یک خانواده برای گذران امور زندگی بهش نیاز داره که اگر نداشته باشه تو فقر مطلق به سر میبره. یعنی حتی اگر 1-2 میلیون هم بهش بدن باز هنوز 9 میلیون زیر خط فقره. بگذاریم که الان قیمت‌ها جهش پیدا کرده و سبد معیشت رو هم اگر محاسبه کنن از این بیشتر شده. چی بگم والا چی بگم؟ اگرونی خدا وکیلی مردم دارن ظلم میکشن، خدا وکیلی دارن میگن. اگه من باشم 400 تومن نمیخوام، ولی فکر مردم باشم. فکر یه 10 حلب روغن که از 91 تومن شده چقدر؟ شده 460 تومن. برای چی؟ خدا راضیه، کی راضیه؟ یه حلب 4.5 من الان خودم آشپزیم دارم را که پوست کردم میگم آشپزیم، ولی یه حلب روغن الان رفتم بخرم 360,000 تومان پول بدم. یه رونه مرغ که بخوای حساب کتابش کنی برای چی یه مرغ شده 60,000 تومان. خب فکر آقا نمیخواد یارانه، مردم یارانه نمیخواد، برای چی آینده با اینطور باشه، مملکت با اینطور باشه؟ بعد همه ادعای تو اینه که داریم یارانه میدیم، ولی مشکل ریشه‌ای که توی اقتصاد حل نکردی. کسی اگر میخواد مشکل اقتصادی ریشه‌ای حل کنه اول باید تولید رو افزایش بده، شغل ایجاد کنه، با جهان بیرون تعامل داشته باشه. تو هیچ از این کارا رو نکردی، پس این اقتصاد بیمار همچنان داره به مرگش نزدیک میشه. یعنی یارانه هم اگر بدی ولی تورم رو که نمیتونی کنترل کنی، قیمت‌ها همچنان بالا خواهد رفت. اصلا ما چرا باید فقیر و تورم و گرونی داشته باشیم که دولت مجبور بشه یارانه بده؟ چرا داری سرنا رو از سر گشادش میزنی؟ یارانه پیشکش، اگه راست میگی فقر و گرونی و تورم رو کنترل کنید، ارزونه بیارید. تازه چه فایده ای یارانه‌ای که با مبلغ ثابت میخوایم بدیم ولی قیمت‌ها لحظه به لحظه افزایش پیدا میکنه و در حال افزایشه.
کلام آخر عزیزان، ما تجربه این یارانه ها رو یک بار در دوران احمدی نژاد داشتیم. از یه سوراخ چند بار میخواید گزیده بشید؟ راهش این نیست. راهش ریشه‌کن کردن فقر و گرونی و تورمه که همه به خوبی میدونیم چه کسی و چه چیزی عاملشه. نکته بعدی اینه که همه این دود و دمی که حول بالا بردن یارانه ایجاد کردن فقط قرار 2 ماه یارانه بدن. بعدش دیگه یارانه رو قطع میکنن، به هیچ کی یارانه نمیدن، نه دهک اول نه دهک نهم. این حمایت این یک کمک معیشتی خواهد بود 1 ماه یا 2 ماه تا زیرساخت‌های فنی برای کالابرگی الکترونیک کاملا آماده بشه. پس اونی که من عرض میکنم این که 2 ماه، مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400,000 تومان اختصاص پیدا خواهد کرد. نسبت به دهک‌های چهارم تا نهم در واقع 300,000 تومان. یعنی تمام هدف این یارانه هم فقط اینه که با یک دلخوش کنکی جلوی شوک افزایش قیمت‌ها رو بگیرن و به خیال خودشون اعتراضات رو 2 ماه عقب بندازن یا 2 ماه فرصت بقا برای خودشون بخرن. یارانه 2 ماه رو هم با هم واریز کردن ولی گفتن فعلا مسدوده تا زمانش برسه. یعنی فقط میخوان که پول توی حساب مردم باشه ولی نتونن بهش دست بزنن تا پول توی حساب بمونه و بعد بگن که ما پرداخت کردیم و شما اعتراضی نکنید. این کمک معیشتی انشالله به مردم پرداخت خواهد شد. منتهاش در نحوه برداشت اون طبیعتاً اگر 2 ماه در حسابشون قرار بگیره ماه اول امکان پرداختش هست، ماه دوم زمانی که برسه طبیعتاً امکان برداشتش. یعنی الان به میزان 2 ماه پرداخت میشه ولی به اندازه 1 اعتبارش در حسابشون قرار داده میشه، بعداً نسبت به نحوه برداشتش اعلام میشه. یعنی دولت و ستاد تنظیم بازار اعلام میکنه چگونه برداشت کنه. حمایت از مردم هم فعلاً برنامه‌ریزی شده که 2 ماه یک حمایت این گونه بشه، بعد تبدیل میشه به کالابرگ الکترونیک طبق برنامه‌ای که دولت داره. چند تا کالابرگ که همون کوپن سابقه میخوان بعدش بدن، سرتاش رو هم بیارن. در مورد این کالابرگ هم که به کی تعلق میگیره، چی باهاش میشه خرید، چطور خرید، توضیح زیادی ندادن. تنها چیزی که روشنه اینه که این کوپن الکترونیک فقط به 10 میلیون نفر داده میشه. یعنی از اون 72 میلیون نفر که یارانه میگرفتن 62 میلیون نفرش کات میشن، دیگه هیچ چی نمیگیرن. باید با همین قیمت‌های نجومی سر کنن. یکی از بهانه‌هاشون برای بالا بردن قیمت نان هم اینه که چون الان توی اوکراین جنگ شده، گندم توی جهان گرون شده. اما همین بهانه رو هم توی خودشون کسی تحویل نگرفت. بعد وزیر واقعا من نمیدونم مشاوراش سواد ندارن، میگه در جهان گندم گرون شده. آقا گندم در 37 کشور جهان، عددشو بذارید من الان به شما بگم، در 37 کشور جهان قیمت زیر $1 الان. تو بقیه کشورها هم داره در نوسان میره. در بلاروس الان 39 سنته، همین الان در بلاروس بغل روسیه 39 سنته، گرون نشده اصلا. در کشورها هم که گرون شده در نوسانه. خب سوال، اگه الان به عنوان جنگ گندم گرون شده، جنگ تموم شد، شما گندم ارزون میکنی؟ باشه الان گرون کردی، خب جنگ اوکراین که ادامه نداره دیگه، باش خب لطفا ارزون کن دیگه، چون در جهان ارزون میشه. که چرا دروغ میگی؟ شما ارزون میکنید؟ یکی دیگه از سرفندهاشون برای توجیه اجرای این طرح اینه که وزیر کشاورزی رئیسی یک دروغ چند وجهی شاخدار انداخت که چون یکی از کشورهای همسایه 3 میلیون تن کمبود گندم داره و میخواد از ایران گندم قاچاق کنه، ما آرد رو گرون کردیم که نتونن قاچاق کنن. ببین تو اگر میخوای جلوی قاچاق رو بگیری، چرا از جیب مردم میکشی بیرون؟ برو دم از وایس جلوی قاچاقچی رو بگیر. 3 میلیون تن که 2 سگونی گندم نیست که بندازی روی کول از توی شیار ببری. اگر بخوای با تریلی 18 چرخ هم جابجاش کنی، حداقل 75,000 تریلی میخواد. اگر قاچاقچی میتونه این میزان تریلی رو از مرز رد کنه، یعنی خودش حاکمه دیگه. دولت یه کاری میکنه، گرانسازی میکنه و مافیا گرانسازی میکنه، میندازن گردن قاچاقچیا. بعد قاچاقچی هم که نیست اینجا بشینه از خودش دفاع کنه، بگه آقا شما میگی 3 میلیون تن قاچاقه، ببخشید با قطار ببرن نمیشه. اصلا فکر کن
وزیر گفته 3 میلیون تن این کشورهای اطراف گندم نیاز دارن، قاچاق میشه، پس ما گرون کنیم این مرد حسابی 3 میلیون تن رو با 8 تا قطار نمیشه برد، با 100 تا قطار نمیشه برد. بعد چجوری 3 میلیون تن قاچاق میشه؟ خب ما یه قاچاقچی عزیز صدا کنیم اینجا بشینه از خودش دفاع کنه که شما هر کاری میکنید گردن قاچاقچیه میندازید. بعد قاچاقچی هم که اینجا نیست بگه بابا من بدبخت چه نقشی داشتم، مثلا فرض کن من 1000 کیلو داشتم قاچاق میکردم 3 میلیون تن چه ربطی من داشت. خب قاچاقچی هم که نیست از خودش دفاع کنه، میزن گردن قاچاقچی. آقا شما رفتید ارز ترجیحی برداشتید گرون کردید، خیلی روشن. حالا امام جمعه خامنه‌ای برای مالکشی این طرح سرقت بزرگ افتادن به جا انداختن تز جراحی که آقا این اقتصاد مملکت مثل یک بیماره که الان به مرحله‌ای رسیده که نیاز به جراحی داره. خب جراحی هم درد داره. اگر ما مردم به فرمان حضرت آقا که مردم و همه دستگاه‌ها و همه قوا همکاری بکنن این امر محقق میشه. این جراحی که اگر به انتها نرسه خدای نکرده به قطع عضو و بعد به مرگ منتهی میشه، این مثل یه مریضی است، مریضی که انه سرطانیه که هر روز بهش کاری انجام نشد، مداوا نشد، پیگیری نشد، از ابتدای کار جلوگیری نشد تا به جایی رسیده به جراحی. خب جراحی درد داره، سختی داره، بردباری میخواد. اولا یه جوری میگه که انگار این بیماری سر راه همه بوده و همینطوری خود به خودی به این نقطه رسیده. خب چرا بقیه کشورها که از ایران هم خیلی فقیرترن به مرحله جراحی نرسیدن؟ بعد شما باید جواب بدید که چرا اقتصاد این مملکت رو به این روز انداختید که جراحی لازم بشه؟ ظاهرا تو این 43 سال گذشته شما آخونده تو این مملکت حاکم بودید. 33 ساله که یک نفر رئیس این حکومت بوده که اگر هم نیاز به جراحی باشه باید اون غده سرطانی یعنی ولی فقیه برداشته بشه. خامنه‌ای توف شرفه که این بلاها رو سر ما آوردی. حرومزاده بی همه چیز، سگزاده کثیف. اینم نگاه کنید داره میسوزه. این از بسیجت بی شرف، خامنه‌ای بی شرف، این از بسیجت. لعنت به بسیج، لعنت به سپاه، لعنت به خامنه‌ای. مرگ بر خامنه‌ای. کامپیوتراشو خامنه‌ای همه جواب بسوزی بی شرف. زنده باد قیام بختیاری، آتش زدن حوزه علمیه. مرگ بر خامنه‌ای. زنده باد بختیاری، زنده باد بختیاری. به نظر میاد که این راه حلی که مردم برای جراحی پیدا کردن ریشه‌ای تر اقتصاد بیمار رو درمان میکنه. وقت بخیر و خدا نگهدار.